اینجا قصر آرزوهاست، جایی دور از هیاهوی روزمره، جایی که ذهن آدم مثل یه هزارتوی بیپایان پر از پنجره‌های پنهان، صداهای یواشکی و رازهاییه که فقط شبها خودشون رو نشون میدن. 5 نگهبان تا دروازه ذهن. یه روز یه جادوگر به اسم سیمون وارد قصر میشه. بغلش یه جعبه عجیب داره، میگه ذهن آدما هم مثل این کامپیوتره، اطلاعاتو میگیره، قورتش میده، بعد جواب پس میده. پادشاه اولش جا میخوره، ولی بعد یه جوری تو دلش میگه شاید راست بگه. چند مدت بعد سر کله یه جوون به اسم چامسکی پیدا میشه و میگه تو مغز آدما یه کتابخونه مخفیه، پر از دستورهایی که حتی خودمون نمیدونیم داریمشون. از اون طرف چند دانشمند مغز با ذره‌بین دنبال رد فکرها، خاطره‌ها میگردن. کم کم میفهمن که هر حس، هر یاد یه جای مغز رد میذاره و اینطوری قصر شروع میکنه به شناخت خودش. اما یه چیزی هنوز مبهمه، نگهبانهای ذهن. 5 تا نگهبان، هر کدوم با یه سبک نگهبانی. یکی فقط رفتار بیرونی مردم رو نگاه میکرد، یکی ریز شده بود تو عصبها و مدارهای مغزی، یکی دنبال فکرهای پنهان و نیمه هوشیار بود، یکی چسبیده به خاطرات قدیمی و ماجراهای بچگی. اون یکی هم میپرسید تو دنیا رو چجور حس میکنی؟ هیچ کدوم به تنهایی کافی نبودن، ولی وقتی کنار هم ایستادن دروازه های ذهن کم کم باز شدن و قصر خودش رو بهتر فهمید. اینم یه برگ از ماهیت روانشناسی، قصه ای که هنوز فصل کشف نشده داره.